هلو گایز، چطورید بچه؟ تو این ویدیو کار خیلی خفنی میکنیم و این ویدیو چند پارته و 100 روز هاردکوره. 100 روز هاردکورمون رو چند پارته میسازیم. آره، از اینجور حرفا بریم که ببینیم. خب روز اول شروع شد و ما یه جایی به نسبت خوب اسپان شدیم. دوروبرمو یه نگاهی کردم و تقریبا هیچی نداشت. سعی کردم تو همین بایومی که اصلا بمونم، شاید ویلیج گیر بیاد و این بایوم واقعا بایوم خوبیه برای ساخت. و آره دیگه، رفتم سمت درختی که دیدم تا چوب بزنم و بایوم جدیدم دیدم که خیلی از بایوم ساوانا خوشم نمیومد. سریع خورده چوب زدم تا به راهمون ادامه بدیم. هدفم چون اول بازی بود میخواستم ویلیج پیدا کنم و میخواستم سریع حرکت کنم تا یه ویلیج پیدا کنم و نیاز نباشه این خیلی زیاد بگردم. و دیگه بایوم چی بود اسمش، جانگل رو پیدا کردم. سپلینگش رو میخواستم ولی دیگه وای نستدم سپلینگش رو بگیرم، فقط چوبش برداشتم. البته وای نستادنم مهم نبود، یادم رفت وایسم سپلینگش رو بگیرم و خیلی بد فهمیدم که سپلینگش رو نداشت. بعد از اینکه چوبم رو زدم سری راه افتادم تو راه بامبو زدم، چون جدیدن بامبو برای خیلی سازا استفاده میشه. یکم هندونه برداشتم، شروع به حرکت کردم تا به یه ویلیج برسم. ولی از قضا نزدیک بود بیفتم توی غار و آهن توش دیدم و رفتم تو رو سنگ زدم تا بتونم وسیله سنگیمو بسازم، آهنا رو ماین کنم. یه پیککس، یه تبر با یه شمشیر ساختم. کریپر دیدم چسبوندم ولی باز رفتم آهنا رو بردارم. سریع همش ترسیده بودم دیگه، هاردکوره مثلا. رفتم بالا، گوسفندی که دیده بودم همون اول رو رفتم بزنمش که واقعا میترسم بیفته پایین، ولی وان شاتش کردم. داشت شب میشد، یه گوسفند دیگه پیدا کردم زدمش و دیگه چون شب شده بود منم چسبوندم و رفتم زیر زمین. ولی گفتم ویدیو کسل کننده میشه، همینجور یکم سپر و اینا رو اوکی کنیم بریم بالا. تا من اینا رو اوکی میکنم شما یه دونه 5 ثانیه ببینید. خب هرچی کردم نتونستم صورت اونقدر بالا ببرم، ترسم صدای ویدیو اینا خراب بشه. دیگه وسیلم رو ساختم، یکم زغال اونجا بود کندم، با شکن تورچ ساختم تا بتونم به نور داشته باشم. البته فقط 4 تا بلاکو کندم، یه هیچ افتاد پایین دیگه چسبوندم و همون تبر رو همون چی زدمش. اصلا هم دیگه فقط چسبوندم. رفتم بالا. بچه تا این میگذره من یه چیزی بگم. ساخت ویدیو و ادیت این ویدیو خیلی برای من زمان برد. البته خیلی هم نه، حدود یه روز پاش ندارم و اینطوری بگم که تا لایک و ساب اینا لطفا خواهش میکنم بکنیم، یه دکمه هست و ببینین دیگه. شب بود دیگه، چسبونده بودم فقط راه میفتم، شاید یه ویلیج هم پیدا کردم ولی در هر صورت پیدا نکردم. احساس کردم دارم دور خودم میچرخم، گفتم برم تو. یه قایق ساختم، جدیدن قایقم تو بدراک ساختش تغییر کرده. قایق و نادم روز 1 شده بود، البته اینو نگفتم، البته خودتون فهمیدین دیگه. شب کامل بیدار مونده بودم و واقعا خیلی ترسناک بود. راه افتادم تو دریا، یه استراکچر رو پیدا میکردم خوشحال میشدم.
سمت جزیره بغل رو رد میکردم تا یه استراکچر بالاخره به چشمم خورد و یه کشتی شکسته رو دیدم و رفتم سمتش. لوتش رو یکم سریع میذارم چون خیلی طول کشید. اولین بارم بود کشتی شکسته که زیر آب رو لوت میکردم و یکم طول کشید، به خاطر این سرعت میذارم. من جای صندوقش رو بلد نبودم، به خاطر این کلی تلاش کردم و نقشه گنج رو برداشتم. رفتم کلی گشتم پیدا نکردم. بعد یه ترایدنت پرد شد سمتم. اینجا داشتم میکشتمش، واقعا خیلی پرو وایساده بود زیر من، در نمیاد. زدمش، ترایدنت تو دراب کرد. بچه‌ها نمیدونم تو آپدیت جدید هر کیو میزنی ترایدنت دراب میکنه یا شانس فوق زیادی داشتم، نمیدونم. و رفتم سراغ ادامه لوت کردم. بچه واقعا متاسفم، نصف ویدیو لگ خورد، خراب شد و من تو رو یه دوتا کشتی، اون کشتی رو که لوت کردم میخواستم سوار قایق باشم، یکی دیگه پیدا کردم. شب دومم کامل بیدار موندم، جونم تا نصفی اومد و فرار کردم و اینجا هم دنبال گنج میگشتم، سرعتش زیاد میکنم چون زیاد طول کشید. واقعا نمیدونم، اگه تونستم ویدیو رو بازیابی میکنم و میذارمش. این نقشه گنج خیلی راحت پیدا کردم و دایموندش مهم بود با قلب دریاش و 5 تا آهنی که داشت و زراش هم البته به دردم نخورد ولی خوب بودی. البته این زرا رو فکر کنم فقط توی استراکچر میشه پیدا کرد. آره فکر کنم. بچه تازه خیلی کارهای مهمتری هم میخوایم بکنیم، نکنه بذار ادامه ویدیو رو میبینیم. اگه اونجا رو نداشت خودم بهتون میگم چی شد. این سومی کشتی، آره سومیه، چی سپلینگ دارک اوک هم گرفتیم، تو بایومش رو دیشب گذروندیم و آره دیگه الان نقشه گنج رو باید برگردیم، اینو لوت کردیم، اون یکی مونده تا ما برمیگردیم شما با سرعت زیاد پیدا کردن گنج رو ببینید. دارم با سرعت زیاد میریم، رفتم دنبال نقشه گنج رو میخواستم پیدا کنم و هر جا میکندم این نقشه گنج واقعا اذیتم کرد پیداش کنم و در ضمن یه قسمتیشم دوباره نمیدونم صفحه هاشون بعضی جا شطرنجی میشد و اینجا رو ببینیم. دومین ترایدنتی که من کشتم بازم ترایدنت دراپ کرد و نمیدونم، واقعا نمیدونم دیگه چی بگم، اصلا چی میخوام بگم از این همه شانس. اینجا هم که دیدن کات شد ویدیو استاپ خورد و توی اون یه قلب دریا با یه پوشن همونی که داشتیم و دیگه چی پیدا کردم، هیچ چیز دیگه نبود. آره همینا بود و کلش جمع همینا بود. یه تریدر هم دیدم که میخواستم ببینم غذا اینو ترید میکنن که نه ترید نمیکرد و بریم به راهمون ادامه بدیم. چون نمیدونم واقعا این کارتایی که میخوره واقعا به خاطر چیه، صفحه کلان شطرنجی میشه، حتی نمیذاره روش صدا گذاری کنم، نمیذاره یه ادیتیش کنم، اصلا نمیذاره هیچ کاری کنم. یعنی نمیدونم تا اینطوری شدیم یعنی مشکلات موبایل و اون برنامه که ادیت میکنم اینشات و مسلما اصلا به گرد پای دیگه هیچ نمیرسه و دارم با گوشی ادیت میکنم، واقعا خیلی سخته، حمایت کنید دیگه. و داشتیم میرفتیم، شب شد، شب گرفتم خوابیدم و وقتی بلند شدم روز چندم بود؟ 4. تا اینجا 4 روز سپری کردیم و رفتم ادامه راهمو بدادم. در حالی که ادامه راه میریم من بازم عذرخواهی میکنم و همچنان میگم اگه لایک نکردید تا اینجا ویدیو دیدی لایک نکردید لایک کنید، سابسکرایب، زنگوله هم بزن، ویدیوی بعدی خیلی خفن. بچه
مود زامبی. البته شما ماینکرافت رو نگاه کنین، اون دیگه رفت به خودش داره، ولی ویدیو بعد اون در مورد فری فایر یا فری فایر قبلش میاد یا ماینکرافت قبلش میاد. اینجا داشتم توپ دور میزدم، اصلا هم دنبال استراکچر نبودم، به خدا تنه نزدم، واقعا دنبال استراکچر نبودم، دنبال ویلیج بودم که البته اونم استراکچر. و همینطوری داشتم میگشتم یه استراکچری دیدم که نمیدونستم چیه و فکرم نقشه گنج باید داشته باشه. اینجا داشتم سعی میکردم بخوابم که شب نشده بود و بعد از اینکه دیدم نمیتونم بخوابم گفتم، البته چند ثانیه وایس یا شاید یه دقیقه هم شد، ولی بعد که گفتم شاید خیلی مونده تا شب و سوار قایق شدم. بیا دیگه سنش نمیاد، به خدا 2 ساعت داشتم اینجا کلیک میکردم بخوابم، بازی هم که نمیذاره ما بخوابیم. خسته شدم اینقدر پارو زدم. رفتیم تو استراکچر و نگو چی توش بود، هیچی. نه ببخشید، رفتم تو کشتی چند تا دونه آهن پیدا کردم و آبجی هم کلا اهمیت ندیم و اینجا واو داره، واقعا خیلی خفن بود. نقشه گنج بخشید بچه آبجی کوچیکم و یکم سرصدا میکنه، نمیتونم کات کنم، خیلی صحبت کردم و 2 تا از این اسلوتینگ تیپ پیدا کردیم، واقعا خوبه ولی نمیدونم باید با چی، ولی واقعا دایموندش زیاد، اصلا اول بازی قرار نیستم چه کاری کنم و بچه این ویلیج پیدا نکنم. واقعا اینجا داشتم میگفتم همین بود. الان دیگه مطمئنا شب شده بود، رفتم سمت گفتم اگه ویلیج پیدا نکنم دیگه باید برم آف رکورد پیدا کنم و واقعا نمیخواستم آف رکورد پیدا کنم که بگین چیت زده و فلان بیستا رو. الان مطمئنم میگه این قسمت هایی که کات کردم چیته، به خود درکتون میکنم. من خودم ویدیو ماینکرافت میدیدم یه جا البته چیت ها رو کشف کردم، ولی به خدا چیه بچه. پترول کلا نقشه گنجاش همین بغله، نمیدونم تو جاوا هم همینطوری یا نه، بازیش نکردم ولی تا جایی که ویدیو دیدم جاوا و سر دنیاست. بدراک هر جا نقشه گنج پیدا کنی سری باید نگاش کنی. مثل اشتباه نقشه گنج اولی که پیدا کردم رفتم دور شدم، بعد مجبور شدم دوباره برگردم همونجا. تو همین اپیزود البته اینجا هم جا نداشتم و بریم که گنج رو پیدا کنیم و گفتم حتما آسون. بچه روز زمین باشه من حرفه‌ای هم تو نقشه گنج پیدا کردن و اینجا رو نگاه کنین چطوری پیداش میکنم. اینجا رو نگاه کنین، ناموسن میدونستم پشت سرم و اصلا هم اینجا هم تازه دیدمش. نه میدونستم پشت سرم، آره عمدن اینطوری کردم که شما فکر کنید. این دوباره شلوار رو چی داد که به دردمون نمیخوره همونطوری و آهناشون به دردم اون میخورد. یه دقیقه فکرم واقعا آهناشو برنداشتم. بچه فول آیرون هستیم ولی من واقعا ویلیج میخوام پیدا کنم، به خاطر همین وقت نمیکنم زیاد که رفت کنم. قسمت بعدی کلا ویلیج یا پیدا میکنم تو این قسمت یا آف رکورد پیدا میکنم، یعنی قسمت بعدی امکان نداره تو ویلیج نباشیم، اصلا نگران نباشید. آره دیگه بچه نمیدونم این چیز تیکش هم روشن کردم که اسنپشات آینده هم بیاد. آخه تو اسنپشات جدید هر ویلیجری که تو هر جایی هست یه نوع ترید داره و این کار واقعا سخت میکنه. نمیدونم حالا اینطور هست یا نیست تو شما، نمیدونم. به هر حال راه ادامه دادیم، همینطوری رفتیم. امیدوارم دیگه صدام رو افتاده باشه روش. صدای ویدیو رو باید زیاد کنید بچه ها، چون که صدای من یکم کم میاد، چون که دارم با بلنگو نمیدونم با یه چیز گوشی دارم صدامو ضبط میکنم و بریم دیگه. نمیدونم واقعا چی بگم تو این، باید همش حرف بزنم. من تو
تو نصف ویدیوهای ماینکرافتی که گذاشتم، البته کانال دوم اگه صبح ندارین من حذفش کردم. بله نه حذفش کردم. تو اونجا سری ماینکرافتی رو ادامه میدادیم و اصلا لازم نبود اینقدر حرف بزنم و دهنم عادت نداره، به خاطر همین صدام نازک کلوف میشه. البته فکر کنم صدام یه دست دخترانه باشه، ولی هر کار میکنیم بکنیم دیگه. لایک و ساب و زنگو رو فعال کنین دیگه، هر کار میکنیم بکنیم و کامنت هم بذارین، نظراتتون رو بگین چی اشتباه کردی، چی کار باید میکردی و اینا رو بگین، من تا ویدیوی بعد بهتر باشه. ولی من هنوز تو کف اسمیتیک نمیدونم. من اولین سری سوروایوال همه تو 1:20 البته داشتم، ولی اینا رو مثلا 1-2 حذف کردمش سریع دیگه. واقعا داشتم خسته میشدم. 1 ساعت دارم رکورد میکنم. اگه نمیتونید ببینین اون گوشه اسکرین رکوردی هست، اون دارم با اون رکورد میکنم، اونو نگاه کنین. 1 ساعت من دارم رکورد میکنم و گوشیم از تقریبا 60% الان 20% شده و ادیتش هم باید بزنم. البته الان لازم نیست، بعدا ادیتش میخواستم بزنم. واقعا نمیدونم، بعض وقتا آخه میخوام صدا گذاری کنم رو ویدیو، احساس میکنم تو ویدیو هم در بچه این بازی هم یکم لگ داشت، نمیدونم چرا، به خاطر مود هاردکور است که اگه بچه شیدر پک میخواین بریزم روش، البته شیدر پک خودش آورده راستی. اگه آموزش شیدر پک و آموزش مود هاردکور گذاشتن رو گوشیتون رو میخواین، لایک ها به 10 تا برسه آموزش مود هاردکور رو میذارم براتون توی بدراک و ای به 20 تا برسه ولش کن بابا بچه ها. نه ببخشید اشتباه شد دیگه. داریم تا قسمت بعد خداحافظ بدون هیچ موقع. بچه راستی تو آف رکورد ویلیج رو پیدا میکنم.